یک زنک پیامبر گفت این سخنی من نیست که خواهرای ما از ما خفه شوند. میگه به سوی زنک اگر همین قدر نیکی 50-60 سال خدمت کردی ثم رأت منک شیئا، بعد میگه یگان یکی نرسید یا شرایط نشید یا اینکه مقصد همون ترتیبی که آمد بود همون ممکن که یک کم ترک تنفس شد بینده. بعد میگه چی میگه این زنک؟ میگه که ما رأیت منک شیئا قط، میگه ای مردک من ایمیت هیچ ندیدم، امرو قطیت خزم شد. 50-60 سال دادی میگه آمد همین یک لحظه که شاید خیلی آدمی داخی دویم آخی مقصد خیلی آدم دویم کسش پری پول نیست که آخی دویم یک خیل نمیشه که میگه همین اندک هر چیزی که نرسید. بعد میگه ای مردک من هیچی اصلا ندیدم. برای همین حضرت همین چیزها را یادآور شد که خلاص مادرها و خواهرها عزیز شما از دوره همین ها نباشید تا زیرا با همین سخنهاتون شما همه تا وارد جهنم میشید. خدا کنه خواهرای ما را، خدا کنه کلینا که از زمره خواهری باشه که همیشه از زبانهاشون سخنهای نیک بیرون شوه و مادرای خوب باشن، مادرای ناز باشن، مادرای خدا شناس خدا ترس باشن. خدا خواهد ان شاء الله بعد دیگه خوشبختی و بعد اون شیرینی زندگی را هم مردک برادر عزیز احساس میکنه. خدا باز هم توی مبارک کنه و خاتمه کار همه ما و شما را بخیر کنه. آمین یا رب. مستحق دوزخ است. خداوند قوت قدرتش میده شفاعت کرده. برای چی قدر الله را دوست می‌داریم، ما بالا میشنونیم، حرمت میکنیم، احترام میکنیم. در خونه‌مون هم چیزی که خدمت قلیزان گلارمون نمیخریم بهتری شود پیشوده میمونیم، همه احترام میکنیم. یا همش به خودش یک سببی داره. علما را میگه شما بستین حتی کی بنده در هم را شفاعت کنید. بلا که فرق از عالم تا زاهد چه فرق است. حال یک حدیثی روایت از حضرت یعقوب ابن عمیر بیان میکنیم که حضرت یعقوب ابن عمیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بیان کرد که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه پرسیدم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میگه گفتم که یا رسول الله ما نجات در چیست؟ کدام عمل به جا بیاریم که نجات میابیم؟ نجات از چی؟ نجات از قهر خدا، از غضب خدا، از دوزخ خدا. ما نجات رسول خدا صلی الله علیه و سلم سه چیزا بیان کرد. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی خطیئتک. این سه چیزا. اول چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تو با واسطه اون نجات میابی همین زبان است. زبان امسک علیک لسانک، زبان در تحت کنترل بگیر. یعنی هر چی اومد گفتن نگیر. ولی گوگی در شبکه ها هر خیلی برآمده است، هر خیلی آدم گپ زدن میگیره. یک ملا برآمد شد گوشم همین اول تا آخرش فقط تنقیط ملاهای، تنقیط مسلمانای، تنقیط صوفیای، تنقیط شیخای، تنقیط دملاهای گیرونده. آیا در دنیا کافر کمه که کمبودی او را بگو که کمبودی فقط مسلمان ها میگویی؟ همین در دنیا کافر کمه که تنقیط شکنی؟ یا از خدا بیخبر کمه که فقط تنقیط ملا کنی کمبودی شد بکنی خیل کرد و خیل کرد و خیل کرد؟ این نه. پیامبر میگه راه نجات یکم همین است که امسک علیک لسانک، زبان بر خود نگه دار. زبان فضیلتی داره که اگر کافری که 100 سال عمر دید در همون 100 سالگیش یک بار لا اله الا الله محمد رسول الله اگر از تحت قلبش اگر باور کنه کفر 100 سالش بخشیده می شود. و یک کلمه گفتن 100 سال کفرش نیست می شود. لیکن مسلمانی که 100 سال به طاعت عبادت و پرهیزگاری و عمل صالح دارن یک کلمه بگه که اگر کافر شود مرتد شود همون 100 سال عبادتش بر هم میخوره. هر دش چیز با واسطه زبان است. همین زبان است که دوست دشمن میکنه، دشمن دوست میکنه. همین زبان است که گاه انسان خونش خراب میکنه، زنش طلاق میکنه، خودش در عذاب، زن در عذاب، دختر پسر در عذاب، خویش تبار در عذاب. همه با واسطه همین زبان است. و زبان هر چقدر به ذکر اگر آموخته شود عادت کنه، ان شاء الله که همون مسلمان گوی مگر زبانش به ذکر عادت داشته باشه در وقت مردن هم کلمه طیبه و شهادت میگه. اگر به هر حرفی کنه عادت زبانت و وقتی مرگ گوید در دهانت. اگر هر چیزی که زبان عادت کرد در وقت مرگ عمومی در زبان. اگر به ذکر عبادت باشه به ذکر قطعی از دنیا گذشته میشه و زبانش میاد. یکی نفری را چند بار گفتیم ولی در همین
قرغان تیپا تاکسی است همین یک عمر شنبه قرغان مردن شنبه بلند دوشنبه قرغان گفتم تا جونش برو من زبان به هم عادت کرده است. نفری را دیدیم که پیش از مردنش بلند حقارت کرده هم تا جونش برو من. برای زبان پیامبر میگه باید که در تحت کنترل عقل باشه. هر چیزی که اومد گفتن نگیری. اول نجات گفت امسک علیک لسانک. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ولی یسعک علیک خونه به نظام بیار. اگر هر یک نفری ما شما خونه به نظام بیاریم زنا قرآن خوان باشه، دخترها قرآن خوان مستوره و محجوبه باشه، بچه ها اهل قرآن باشه، از حدیث پیغمبر با خبر باشن، از محبت پیغمبر، از تاریخ صحابه یک چیزی آگاهی داشته باشن، این دنیا گلستان میشه. پیغمبر میگه دویم راه نجات خانه هاتون به نظام بیاریم که در خانه ها تعلیم تربیت داشته باشیم که ببینید که در بامداد کو فرزندان نمازشون به وقت میخونن یا نمیخونن، کو بیگاه همه بچه ها میبرن کجا میرن، قطعی کی میگردن، قطعی کی هم نشینی دارن، همه باید حتما در تحت کنترل باشن. ولی یسعک بیتک. زمانهای صحابه خداوند رحمت و مغفرت چون کنم از ورودی باشن، در اویله های صحابه در یک خونه میگفتن که شب ما باید که به تلاوت قرآن بگذرونیم. در یک شب یک اویله قرآن تقسیم میکردن. یک ساعت پدر قرآن میخون خواب میکرد، یک ساعت بعد یو مادر میخون، یک ساعت بعد یو بچهش، یک ساعت بعد یو دخترش، یک ساعت بعد یو بچهش کار کرده، یک ساعت خواب میکردن و همون شب به زنده داری با قرآن قطعی میگذروندن. اگه امروز خودمون ببینید که چیکار هستی؟ همین مرکزهای شهر مردم بعضیش زندگیشونو به تلی سریال ها قطعی کردیستن دیگه. الگو عبرت برای زن نه فاطمه زهرا مونده است، نه خدیجه کبرا، نه عایشه صدیقه. برای مردم میخواد چیزی که 99% تلی سریال هایی که خارج هست جهودی ها را میبرن، همش یهودی ها میبرن. از همین باید بخبر باشی. یا زنه میبینی هم خسرش قطعی زندگی رو خلق میکنه، هم بچهش قطعی. یا میبینی که این زن دیگه گرفته است، اخواریه یا پیله یا چیوله دیگه در فرق نرخ نمیمونه. همین را که دیدن گرفت همه کار در نظرش سبک میتونه. گویا هیچی گپ نداره. یا همه هندو را که دیدن گرفت یک دهشت هست که پدر ریخته، مادر ریخته، فرزند ریخته، 20 سال 25 سال فرزند تا کلام کنی و پدر مادر همین خون جگر بخراب برای هم قهیزم در تال کنیم و بزنی علاو خاکسترش کنیم. کلاش یعنی سوختگی رنگ کلا پوچی پوسپاند نیستونن یا سجا شاو دست پوچکش یا جوجا شاو. این دهشت هست. اینه که همین مایده که نشون دادن و امختشی در رفتن میگیره. پیغمبر میگه ولی یسعک بیتک خانوادت به نظام. و سیرین چیزی که پیغمبر خدا گفت برای نجات گفت و بکی علی خطیئتک، بر خطاهای کردگی گریه. خطاهایی که کردی هممون گناهگار هستیم. اگر به عیب، به نقصان، به کمبودی فقط ذات الله هست خلاص. پیغمبران هم معصوم هستند. گناه صغیره و کبیره پیغمبران ندارند. پیغمبران فقط لغزش دارند، خطا دارند. دیگه غیر اونها همه گناه دارند. خواه اولیاء باشه، خواه مفسر، خواه محدث، خواه فقیه، خواه مجتهد، هر کسی که باشه دارند. وقتی که همه که همیشه که دارند، پس پیغمبر میگه راه نجات میگه که وابکی علی خطیئتک. از خطاهای کردگی گریه که بر خطاهای کردگی که در نصف شب در پیش مردم نیدن را به اون طبقاتی توبه نیم نصف شب در بخیر که همه خواب باشن، فوریق باشن، قرارت که نمازی تهجد سحر که بر گریه و زوری قطعی همچنان که در نزد پروردگار ایستادگی. حضرت ابوبکر صدیق نمازخوانیش و خشوعش به درجه بیان میکنن که همین نماز که تحریمه را میبست الله اکبر میگفت، قرائتش دیگه صحابه میگه نمیفهمیدیم از حق گریه را. قرائتش دیگه خوب نمیفهمیدیم. حتی از ششم صف میگه همین تپیدن دم حق کردن قلب میگه ابوبکر صدیق به گوش میرسید. انا خیلی نماز بخونیم، انا خیلی گریه کنیم بر خطاهامون، ان شاء الله که خداوند بخشنده است، مهربان است، از پدر و مادر در مهربان است. خداوند توی مبارک بگردونه و شهر عروسه عمری دراز با توفیق با برکات در آینده فرزندای حافظ قرآن خودی ما شریعت نصیب. سلامت باشید.